چطور بدون مکمل عضله سازی سریعتری داشته باشیم؟ سلام میکنم خدمت همه همراهان دوست داشتنی کانال محسن فید. دوستان من کانالمو تازه زدم، لطفا حمایت کنین تا برای ساخت ویدیوهای بعدی انرژی بگیرم. خب امروز اومدیم که ببینیم آیا میشه واقعا بدون مکمل عضله ساخت یا نه حتما باید مکمل باشه تا پیشرفت کنیم. خیلیا فکر میکنن تا مکمل نخرن عضله هاشون رشد نمیکنه، ولی واقعیت اینه که مکمل فقط یک کمک کننده است، نه جادو. اگه پایه کارت درست باشه بدون حتی 1 گرم پودر هم میتونی رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشی. تو این ویدیو قراره دقیق بریم سراغ این که چطور طبیعی و سریع عضله بسازیم بدون اینکه خرج اضافه کنیم. پس تا آخرش بمون. بخش اول، تغذیه هوشمند ولی ارزون و بصرفه. اول از همه باید بدونی عضله از غذا ساخته میشه، نه از مکمل. یعنی اگه درست غذا بخوری بدنت خودش فابریک مکمل میسازه. منابع ساده مثل تخم مرغ، ماهی، عدس، برنج و حتی سیب زمینی همه چیزیه که نیاز داری. فقط باید اندازه پروتئین و کالری روزانه‌تو بدونی و بر اساس اون مرتب تغذیه کنی. لازم نیست رژیم عجیب بگیری، فقط پیوسته و تمیز تغذیه کن. بخش دوم، تمرین هوشمندانه تر نه بیشتر. متاسفانه الان بیشترمون فکر میکنیم هرچی بدنو تخریب کنیم و تو فشار قرار بدیم زودتر رشد میکنه، ولی این اشتباهه. عضله توی تمرین خراب میشه و موقع استراحت ساخته میشه. پس تمرینات باید سنگین، کوتاه و دقیق باشن. تمرکزتو بذار روی حرکات پایه مثل اسکات، ددلیفت، بارفیکس، پرسینه و هر هفته یه کوچولو شدت تمرینتو بالا ببر. همین میشه راز پیشرفت مداوم. بخش سوم، ریکاوری، مکمل طبیعی بدن مثل یه باتریه، باید شارژ بشه تا قوی تر کار کنه. اگه شبها فقط 4-5 ساعت میخوابی داری کل تلاشتو نصف میکنی. خواب کافی، آب زیاد و استراحت بین روزا باعث میشه بدنت خودش هورمون رشد بسازه بدون هیچ پودری. یعنی هم رشد داری و هم طبیعی و سالم جلو میری. بخش چهارم، ثبات و نظم. مکمل‌ها سریع نتیجه میدن ولی زودم تموم میشن. اما وقتی با نظم پیش بری نتیجت موندگاره. حتی اگه پیشرفتت آهسته باشه تا زمانی که ادامه بدی هیچ وقت عقب نمیافتی. پس اگه واقعا دنبال عضله سازی واقعی هستی از همین امروز تغذیه، تمرین و خوابتو درست کن. نیاز به مکمل نیست، فقط به استمرار نیاز داری. اگه این ویدیو کمکت کرد حتما لایک کن، سابسکرایب هم یادت نره و تو کامنت ها بنویس تو با مکمل یا بدون مکمل. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.